علما میگویند هر کسی که پرستیده شود از جهت حب و از جهت موالات یا که از جهت معادات دشمنی، پس این طاغوت است. امروز خیلی که صوفی ها شیخ های خود را عبادت میکنند. چگونه عبادت میکنند؟ چنان دوست می‌دارند که حتی رسول الله هم اینچنین دوست نمی‌دارند. چنان این شیخشان را دوست می‌دارند که حتی الله را هم اینچنین دوست نمی‌دارند. هر کسی که یک چیز را سخت دوست دارد و این دوستداریش به درجه باشد که از دوستداری الله و رسولش هم بالا باشد، همون چیز را طاغوت گرفته است. بعضی حالات میشد که بعضی انسان پدرش را طاغوت گرفته است. بعضی حالات میشد که مادرش را، بعضی حالات میشد که زنش را، بعضی حالات میشد که مال دنیا را. اینقدر دوست بگیرد، اینقدر دوست دارد، به خاطر همون به دیگران دوستی کند، موالات بکند، به خاطر همین معادات بکند، پس این همون چیز را طاغوت گرفته است. یعنی از حد شریعت بیرون شده است. دومین علما میگن و من یعبد من جهت الطاعه والاتباع والتحاكم والتشریع فهو طاغوت. هر کسی که عبادت کرده شود از جهت طاعت کردن، از جهت پیرو شدن، از جهت تحاکم کردن، تحاکم یعنی اینم یک عبادت بی‌نهایت بزرگ است. مشکلی را حل و فصل کردن در نزد قاضی های غیر شرعی، یعنی مراجعت کردن به سودهای غیر الهی، مراجعت کردن به سودهایی که غیر قرآن و سنت است، مراجعت کردن به سودهای دموکراتی یا که به سودهای کافری. هر کسی که از همین جهت هم اطاعت بکند و عبادت بکند، هر کسی که اطاعت از یا که عبادت از نظر تشریع به وجود بیارد، یعنی تشریع قانون سازی، قانونی بسازد که مخالف قانون الله باشد، همه این طاغوت است. یعنی ما وقتی که یک انسان را اطاعت میکنیم در حالتی که این انسان مخالف دین ما امر میکند، در این حالت هم اطاعت میکنیم، دانید که همون انسان را طاغوت گرفتیم، ما طاغوت پرست شدیم. وقتی که با یک انسان چنان پیروی میکنیم که در حالت پیروی کردن مخالف قرآن و سنت برایت هم پیروی میکنیم، به مانند اینکه صوفی ها امروز به شیخ‌هایش پیروی میکند یا که اهل بدعت به امام‌هایش پیروی میکند، این چنین پیروی میکند که حتی قرآن و سنت را رد میکند، به همین گفته شیخش میرود، دانید که این شیخش را طاغوت گرفته است و همین شیخ طاغوت شده است. و هر کسی که به سودهای غیر شرعی، سودهای این دولت‌های کافری رفته مشکلیش را مراجعت کند، دانید که این هم همون سودها را طاغوت گرفته است، طاغوت پرست است، چرا که این همه شرک است. و هر کسی که پرستیده میشود از جهت دعا، از جهت ترس، از جهت نظر، از جهت نسوک، پس این هم طاغوت است. به مانند قبرهایی که مردم میروند در نزدش دعا میکنند، یا که انسان‌هایی که مردم از ویها در حالت غیب هم میترسند، به مانند عقیده‌های رافضه یا صوفی که میگن که شیخ‌های ما حاضر و ناظر است، ارواح‌ها میزند و غیره، یا که در گرد قبرها نظر میکنند، عبادت را به قبرها انجام میدهند، نسوک را، ذبح را، پس دانید که اینها همون قبرها را، همون شیخ‌ها را طاغوت گرفتند، این هم طاغوت است. و علما میگن در قسم چهارم و من یعبد من جهت الاقرار له بخصائص الالهیه او بعضها فهو طاغوت. هر کسی که پرستیده شود از جهت اقرار بعضی از خصلت‌های الهی یا بعضیش، پس این هم طاغوت است. یعنی بعضی انسان‌ها اقرار میکنند که مثلا فلان انسان از غیب با خبر است، دانید که همون انسان طاغوت شده است، پرستیده شده است. به مانند ساحرها، همه ساحرها طاغوت است. و هر کسی که همونها را میرود به صحبتش راضی میشود، گوش میکند، تصدیق میکند، اون هم طرفدار طاغوت، بنده طاغوت و کافر میشود. بارک الله فیکم. پس علما میگویند و يدخل في هذا التعريف كل ما امر بكفر او قرره بما يخرج من الدين مطلقا سواء كان عباده او اتباعا او طاعه او غيرها. پس به همین قاعده تعریفی معنی دادی طاغوتی که ما کرده میگند از سخن ابن قیم و از سخن ابن محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فهمیده میشود که هر کسی که انسان را امر به کفر بکند، هر چیزی که البته انسانی که هر انسانی که دیگر انسان را امر به کفر بکند، امر به کفر بکند، به شرک بکند، یا هر انسانی که اقرار بکند شرک را، یا اقرار بکند همین عملی که از اسلام انسان را بیرون میکند، خواه عبادت باشد یا پیروی باشد یا طاعت باشد و غیره، همه اش طاغوت میشد و همین باب طاغوت داخل میشد. بارک الله فیکم. پس این بود معنای طاغوت.